علیکم برادران و خواهران عالی قدر. بسیار سوال شد که ما به نزدیکی به بریتانیا سفر داریم. به ما میگفتید که چگونه است معامله کاردهنده با کارگر. از سببی که به ما گفتند که بسیار معامله بد دارد کاردهنده نسبت کارگر، پیش از رفتن شنیدن میخواهیم. التماس به ما جواب پوره میگفتید. بسیار خوب دوستان، اگر شما ویزای کاری دارید، اگر شما سفر به بریتانیا دارید، البته من به شما گفتن میخواهم که در اینجا معامله بد نه و برعکس معامله خوب است بسیار. شما با گپ های کوچه بهتر میشد داده نشوید، گپ هیچکی رو گوش نکنید. ویزای کاری داشته باشید، به بریتانیا سفر کنید. البته اینجا بسیار معامله خوب است نسبت کارگر از جانب کاردهنده. اگر شما یگان سابقه کاری دهقانی دارید، باز هم خوبتر می شود، از بس که بسیار اینجا همه کارها دهقانی هستند. حتی اگر شما کار کرده نتوانید هم به شما معامله دغل نمی کنند. برعکس میگویند که روید به کروان، امروز به شما روز استراحت، یعنی به شما دم میگویند یک روز یا دو روز. اگر شما کار کرده نتوانید، هیچ کس به شما معامله دغلانه نمی کند. اگر یگان نافهمی شود، حتما در کامنت‌ها نویسید. من وقتی خالی افته حتما به کامنت‌های شما جواب میگویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.